الهداية والبيان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم با برنامه نسیم رحمت در خدمت شما عزیزان هستیم. در این روزهای ماه مبارک رمضان مهمان همیشگی برنامه ما جناب حضرت مولانا عبدالسلام عابد هستند که در برنامه امروز در مورد انفاق میخواهند صحبت کنند. انفاق یکی از صفات متقین است. در برنامه دیروز در مورد صفات متقین و اینکه هدف از عبادت ها و همه اعمال شایسته‌ای که مؤمنین انجام میدهند رسیدن به مقام تقواست، مقام پرهیزگاری. در شروع قرآن کریم الله سبحانه و تعالی وقتی که صفات متقین را بیان می کند، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این کتاب هدایت است برای متقیان، برای پرهیزگاران. این متقیان کسانی هستند که در راه الله سبحانه و تعالی انفاق می کنند، نماز می خوانند، زکات می دهند و بندگان شایسته الله سبحانه و تعالی هستند. با این موضوع در خدمت جناب مولانا هستیم و انفاق در این روزها، خاصتا در روزهای ماه مبارک رمضان که انسان یک از فلسفه های روزه این است که از دل گرسنه ها با خبر باشد، از حال و روز کسانی که مستمند هستند و نیازمند هستند با خبر باشد. یکی از اهداف روزه این است. امیدوار هستیم که در این روزها انفاق در راه الله سبحانه و تعالی را فراموش نکنید. جناب مولانا خوش آمدید. تشکر استاد، خوش سلامت باشین. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. رب زدنی علما. استاد بزرگوار، قرآن کریم کتاب اساسی ما شماست و طبیعی است که کلیات قضیه را شرح میکند، نه به جزئیات. جزئیات را در دو بخش تقسیم میکنه. یک بخشش را رسول ما صلی الله علیه و سلم شرح کرده و یک بخش دیگرش را گذاشته تا انسان ها به حسب ظروفشان و به حسب همون حالاتشان او را شرح بکنن و در حقیقت در روشنی اصول بتانن یک زندگی زیبایی را داشته باشن. ولی جالب است بعضی از چیزها را خداوند متعال با وصفی که قانون اساسی است، یعنی کلیات قضیه را شرح میکنند. مثل که در نماز کلیات قضیه را شرح کرد و اقیموا الصلاة دیگه بحث را نکردن. درست. چند رکعات به چی شکل نشده. ولی میبینیم که بعضی از احکام مثل مسئله انحلال خانواده ایره میبینیم که بسیار زیاد تفصیلی گفته است. در سورای متعدد ذکر کرد. بله. مسئله میراث را تفصیلی گفته است. مسئله جهاد را تفصیلی گفته است. بله. از جمله یکی مباحثی که تفصیلی ذکر میکنه انفاق است. یعنی تنها در سوره مبارکه بقره از آیه 261 تا 274 مکمل سر این بحث میکنه. و من خواستم که قرآن کریم را مستقیم از این بگیریم. یعنی نمیخوام که در دیگه سوره ها داخل شوند، از دیگه جا بحث زیرا بگیرم. در این آیات الله متعال اول 4 موضوع را برای ما شما در یک بخشش میده که 4 مثال روشن به منظور ترغیب به سوی انفاق. بله.
بعد شروط حصول ثواب از انفاق او را ذکر میکنه. مراعات میکنه حسن معامله با سائلان را، چگونه با سائل معامله کنید و خودداری از گفتاری که موجب بطلان انفاق شد. بناهن ارشاد میفرماد مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة بتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة. در این آیت یک مثال را برای تشویق ذکر میکنه. صفت آنانی که در راه خدا اموالشان را خرج میکنن فی سبیل الله. این فی سبیل الله دو تعبیر میگیره، یک به معنای عامش گرفته میتون، یک به معنای خاصش گرفته میتون. به معنای عامش صفت آنانی که در راه خداوند متعال جهت خوشنودی او تعالی انفاق میکنن، اگر فی سبیل الله را به معنای جهاد بگیریم یا فی سبیل الله را به معنای علم بگیریم که این دو صنف در احادیث شرح اختصاصی داره. درست. یعنی وقتی که فی سبیل الله ذکر میشود ذهن ابتداء به امو فرد کاملش میرود. فرد کاملش مجاهد است، فرد کاملش طالب علم است. درست. این دو باید بده. هرگاه استاد ما انفاق را در این دو بخش بکنیم، یعنی علمای قوی داشتیم و مجاهد قوی داشتیم، دیگه کیان جامعه ما حفظ است. ثبات استقرار همه چیز میاد. از این خاطر در قرآن کریم به دو صنف نسبت به کسای دیگر زیاد توجه شده است و رسول ما صلی الله علیه و سلم هم این را بر ما شما تشریح میکند که صفت آنانی که در راه خداوند متعال انفاق میکنند گویا است که یک دانه گندم را در زمین کشت بکنی، یک دانه گندم 7 خوشه را به بار میاره، هر خوشش یک دانه گندم دیگی را میاره که در روی هر کدام 100 دانه می باشد. بعد میگه و یضاعف لمن یشاء. این 700 چند خو میگیری، از این هم بالاتر به حسب نیت و اخلاص بلند و بلندتر میرود. و رسول ما صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری که باز تشریح میکنه امام مسلم در کتاب صیام میره کل عمل ابن آدم له الا صیام فانه لی و انا اجزی به. کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنه ب10 امثالها و 10 چندش میگیره تا به 700 چند. والله یضاعف لمن یشاء و الله برای کسی که میخواد چندین برابری از این هم میدهد حسب اخلاصش. یعنی چه وقت حسنه ما زیاد میشه در انفاق که دو چیز در نظر بگیریم، یک موقعیت را بشناسیم، دیگه زمانش را بشناسیم. اگر ما موقعیت زمان را شناختیم در حقیقت از 1 بر 700 و از 700 هم بالاتر. از این خاطر است که کسی از حضرت علی کرم الله وجهه پرسان میکنه، میگه همین عمل چرا از یک نفر مثلا یک کار میکنه 1 برده میگیره اقلا و یک نفر بسیار بالا میگیره؟ باز میگه تعلق به عقلش داره. درست. صحیح؟ عقلش خوب به کار برده و خطا نمی باشه در انفاق. پس این آیت بر ما امیر میگه که والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. والله الله جواد داناست. والله واسع در حقیقت واسع اشاره به است که واسع العطا است، واسع الغنا است، واسع الفضل است. سبحان الله واسع. هم عطایش بسیار در مقابل کم چیز بسیار چیز عطا را زیاد میکنه. والله واسع. اگر تو چیزی را دادی ای را بده که الله او وسیع الرحمت است، وسیع الفضل است، وسیع العطا است. با مراتب از که بیشتر برای تو عطا میکنه. علیم اشاره به که از نیت و اخلاصت و ما فی الضمیر او میداند. بنان ابن قیم رحمت الله علیه میفرماید که میگه بترسین
از او بازاری که در اوجا پول جعلی نمیچلد. جالب. بس ختم کرد دیگه. درست. والله واسع علیم. انفاق میکنی الله بدله بسیار بزرگ را میدهد و این بدله را به اساس چی میدهد؟ اخلاص درون انسان اطلاع دارد. بعد از باز تفصیل میکنه شروط قبول امی انفاق را. میفرماد الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، آنانی که مال خود را در راه خدا خرج میکنه ولی چی میکنن؟ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، در راه خدا انفاق میکنن باز در پی انفاقشان منت نمیگذارند و آزار و اذیت هم نمیکنند. منت هم نمیگذارد، آزار و اذیت هم نمیکنند. چی میگه؟ مثلا میگه انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکر. هیچ چیز نمیخواد. خب هیچ چیز نمیگیرن، فقط ولا منن ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جواب شد. برای این مردم نزد پروردگارشان مزدشان است، اما اللهی که واسع علیم است. لا خوف علیهم، هیچ ترسی هم سرشان نمی باشد. زیرا حدیثی از رسول علیه السلام داریم که پیامبر علیه السلام می فرماید که ما زال قدم ابن آدم حتی یسأل، قدمت بلند نمیشه تا که الله از تو نپرسد از 4 چیز. اشاره به روز قیامت. بله. وقتی که یعنی این سوال حتمی است. درست. پرسان میکنه جوانی تو در کجا از دست دادی؟ گیرش سفید شدی. عمرت در کجا از دست دادی؟ مالت از کجا به دست آوردی؟ کجا انفاق کردی؟ و به علمی که میدانستی همه قدر چقدر عمل کردی. بنابراین در این جامعه که لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم. چرا؟ این مسئولیتش در مقابل مالش ادا کرده است. مقابل مالش ادا کرده. ولا هم یحزنون، نه هم چی می باشن؟ نه جگرخون می باشن. چرا جگرخون نمیشه؟ وقتی که همین مال توم داشتی، همین مال یک نفر دیگه هم داشت. او با واسطه از این مالش مدارج بسیار بلندی را کمایی کرد. تو چرا تنبلی کردی؟ و رسول الله اسلام میگه که انسان میگه مال چی کرد مالش رو؟ یا خوردش طرح کرد. صبح که بهترین چیز خورده باشه. پیشین هر چقدر چپ چپ کرده بود هیچ مزه نیست. بهترین لباس پوشیده باشی کنیش میکن. مگر اون که نزد خدا فرستاده باشه. اون مال توست. بنابراین الله میگه این کار نکنه. از خود ما را منع کرد. بله. اگر کسی انفاق را درست کرد در اون منت نگذاشت و اذیت نکرد. منت نگذاشت. این منت استاد به اشکال مختلف گاهی تبارز میکنه. مثلا در یک مجلس آدم میشینه. این بسیار آدم نیکی است، خیلی خوب است. الحمدلله کمکش کردیم. آلوده مدارج است. بسیار زیاد مشکل داشت انصاری فلان باز من چی کردم کمکش کردم. اینمی اذیت دادن است یک شخصیت را بده. آبروی طرف. کار نباید بکنیم. پاداش را واسع علیم میدهد. پس بگذاریم به او. او تو را بی بدله نمیماند. وقتی که چنین شد ولی بر ما میگه که حسن معامله را باید بکنیم. ببینید که حفظ شخصیت چنان مهم است که از این پولی چید هیچ کس گرسنه نمیماند. یک کس پیدا میشه گرسنه بده. هیچ کس لش نمیماند. درست. این باور داشته باشه. وقتی که چنین است که توی کار کردی شکر خدا را بکش که الله تو را توفیق داد و تو را مورد از این نعمت قرار داد. تو کسی هستی که دادی، نبودی کسی که باید میگرفتی. بنابراین میفرمایند قول معروف، حسن معامله را داشته باشی. قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذى. گفتار ملایم، قول معروف، گفتار نیکو و مغفرت و گذشت بهتر است از صدقه که در پی آن آثار باشد، عصیان باشد. یعنی ما را دو چیز داد که یا پول داری، کلی پولدار نیست و یک تعداد دیگه چی هستن پولدار نیستن. و کسایی که پولدار نیست
و کسایی که پول دارن. اگر پول داد منت گذاشت و اذیت کرد و اون نفری که نداشت ولی قول معروف کرد، ثواب از بیشتر تر است. از این خاطر میگه دیگه در هیچ او ثواب میگیرد. تو را چی بلا زده که در پول داری تو ثواب نمیگیری؟ قول معروف، سخن نیکو، سخن زیبا و مغفرت و گذشت. این گذشت را ذکر کرد. میگه یکان بار خطاهای جانب مقابل وادارت میکنه که انفاق نکنی، یا او امرایت بدی کرده یا یک کار کرده که در ذهنت میگه والا اگه با تو مثل قضیه افک و سبحان الله خواهرزاده ابوبکر صدیق. بله بله. الله چی میگه؟ و مغفرتون، گذشت. این چی هست؟ خیر من صدقه یتبعها. خب حالی ببینیم که ما احسان در نیت باید داشته باشیم که امان اخلاص ماست. احسان در قول داشته باشیم، احسان در عمل داشته باشیم که امان عفو و گذشت است، و احسانی که به دنبال از او باز اذیت نکنیم. در مو وقت چیزی نمیگه، خب 5 سال بعد بود چیزی میگه. اگه ما به تو کمک نمیکردم تو نمیشدی چی؟ این کارو نکن. اسلام عجیب دین نیست، این جالب است. هیچ نمیخواه که در بین تو و در بین خدا کس دیگه داخل شود، قطعت میکنه. درست. همین داخل شد دیگه عملی شد. اخلاص رفت، همه چیز تمام شد. سبحان الله والله غنی. حدیثی که چند روز قبل ذکر کردیم که یکی از کسانی که وارد جهنم میشن کسایی هستن که انفاق میکنن اما به خاطر که مردم بگویه که والا چه آدم سخی است، سخاوتمند است. والله غنی. حالا نیاز نداره شما. الله بی نیاز است. حلیم، بسیار بردبارم است که در مالی که خدا برات داده تو قلخانی میکنی، ریاکاری میکنی، اذیت میکنی، منت میگذاری. تو چی؟ تو یعنی چی؟ یک نطفه آفریده شد، خدا شل و کورت میگه چی میگه؟ مالم از خدا، زمینم از خدا و منت میگذاری. از خاطر الله میگه بسیار الله غنی است و حلیم است. غنی است که از درگاه غیر تو را میتونه حمایت بکنه. غنی است اگر او را چیزی نداده به این معنا نیست که الله فراموشش کرده. حکمتی وجود. حتما در فقر از او حکمتی است که ما تو نمیدانیم. و حلیم است، بسیار بردبار است که در مقابل تو حوصله میکنه، صبر میکنه، نمیگذاره که فوراً غرقت کنه. جای با جای مثال داستان صاحب بستان شود. این نبیه این نبیه سو بگی که میرن سایق زدن خاکستر است. متاسفانه بعضی جناب مولانا در این وقت خاصا در زمان سوشال میدیا یک کمک ناچیزی به یک خانواده میکنن، بعد میرن با دوربین زن و فرزند و نوامیس و باز اونا را مجبور میکنن که بگن که بله ما کمک کرده و فلان کرده. آیا اینا هم در زیر همین داخل میشه؟ قطعا میاد. ما یک بنیاد خیریه احساس داشتم، الحمدلله بسیار زیاد فعلا فعال است، لله الحمد و المنه. من برشان گفتم که عکس نگیریم، هیچ وقت نگیریم. اگر زیادم نفر عکس میگفته از مواد بگیرین، مردم نگیرین. بگذارین شخصیت مردم محترم باشه. از این خاطر کاملا شامل است، کاملا شامل است. باز بر ما میگه که خودداری از گفتاری که موجب بطلان ثواب انفاق میکرد او را ذکر میکنه، بسیار تصریح میکنه. یعنی تا اینجا که آمدن در حقیقت به زبان غیر مستقیم گفت که خراب میکن. ولی اکنون چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. تاکید، ای مؤمنان خیرات های خویش را به منت نهادن و آزار دادن برباد مکنید. منت به دست خود خرابش میکنی، در حالی که میتونی که از این بسیار فایده بگیری، بسیار فایده بگیری. چرا این کاری کردی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میفرماید که 3 گروه هست که داخل جنت نمیشه. یکی عاق والده که پدر مادر را اذیت کرده باشه، دوم شرابخوری که دوامدار شراب بخوره، و سوم منانی که مال میته منت مگذارد. مال میته منت مگذارد. بعد منت گذاری و زیر ریاکار که بطلان صدقه از او می شود،
در یک مثال جالب او را شرح میکند کالذی ینفق ماله. ای مسلمان مال خود را به منت و اذیت برباد نکن. کالذی مانند کسی که ینفق ماله مال خود را خرج میکند برای سد جوع یک نفر، به خاطر اینکه تو تنگ دست است کمک میکند، رعاء الناس، به خاطر خود نمایی مال، یعنی قطعا ختمش کرد. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، در حالی که به الله و روز قیامت باور ندارد. یعنی ریاکار باور نداره، غیر از چی ضرورت داشت که چون این کاری بکنه؟ اگر مؤمن هستی خود ریاکاری نباید بکنی. والله یؤمن بالله والیوم الاخر، یعنی کافرها بسیار زیاد انفاق میکنن، کمک میکنن، نزد در آخرتشون هیچ چیز نمیماند. از این خاطر است که در یک تعبیر میخوانیم که این کافری که خوبی بکنه در دنیا، الله او را مزدش در دنیا پس میده، او را به مزد نمیماند. در مقابلش پولش از زیاد میکنه، در مقابل صحتش از جور میکنه، در مقابل کلش برش میده. در آخرت که شور خود برش میگه به تو دیگه پاداش نیست، در مقابل خوبی این نیست گرفت خلاص. بعد میگه که یک این تعبیر میکنه فمثله کمثل صفوان، داستان از این انفاق کننده ای که در پیش چی داره؟ ریا میکنه، بدی میکنه، منت میگذاره. مثالش مانند یک سنگی است که علیه تراب، بر بالای از چی باشد؟ خاک باشد. یک سنگی است بر بالای از چی است؟ خاک است. در این خاک کسی چی کرد؟ زراعت کرد. فاصابه وابل، پس باد تند به وی وزید. فاصابه وابل، پس باران شدید بر آن چی کنه؟ ببارد. نتیجه چی می شود؟ فترکه صلدا، پس آن را پاک و صاف بگذارد که آثار از خاک دیگه در این سنگ نیست. پس این چیز نمی رویاند، اثری سرش مرتب نمی شود. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، پس این ریاکاران قادر نخواهند بود از کاری که کردن حاصل به دست بیارن. لا یقدرون، در آخرت چی کردن نمیتونه که بگه که پاداش مرا بده. از خاطر رو حدیث که قبلی چی بود؟ میگه پاداش تا گرفتی، مردم برای تو چی گفت؟ اما هدف و نیتی که داشتی برابر داشت. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، پس این ریاکاران قادر نخواهند بود که از کاری که کردن حاصل به دست بیارن. والله لا یهدی القوم الکافرین، و الله گروه کافران را هدایت نمی‌کند. صحیح شده؟ الله گروه کافران را هدایت نمی‌کند. خب آل کفر را میتونیم که هر دو تعبیر بگیریم. هم کافر به معنای که منکر خدا باشد، درست، صحیح شده، و هم کافر در معنی که احسان را نمیپذیرد، کفران نعمت میکنه. الله انسانایی که نعمت الهی را انکار میکنه و او را میگه که نه من صاحبش هستم و گپ قارونی بزند انما اوتیته علی علم عندی، این گپ که زدی ختم میشه. برای انفاق اهل اخلاص اوجا خود گفت که مثال صفت سنگیست محکم و کلان و لشن که اما تو به مرور زمان که خاک آمده باشه و کسی گمان بکنه که در اینجا هم کشت می شود و از تخم ریختند. فاصابه وابل فترکه صلدا، یک باران تند سرش آمد، همه خاک را از او سنگ بشست و تخم برش نمود. صفت مؤمنه که ریا نمی کند، اخلاص دارد. و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، و داستان آنانی که مالای خود را برای خوشنودی الله متعال و به سبب یقینی که از ته دلشان دارند خرج میکنند. الله را میخواد راضی بکنه و یقین کامل دارند که نیت اخلاص که خدا پاداش مرا میدهد. ابتغاء مرضات الله در مقابل ریاکار شد و تثبیتا من انفسهم در مقابل ولا یؤمنون بالله والیوم الاخر. بعد چی میگه؟ کمثل جنت بربوة اصابها وابل، این انسانی که مؤمن است و اخلاص داره، صفت از این انسان مانند داستان باغی است که در نقطه بلند قرار داره. چه زیباست!
بربوة اصابها وابل، باران عظیم به آن رسیده است. درست. پس میوه های خود را 2 چندان میده. فآتت اکلها ضعفین، 2 چند میوه میدهد. به خاطر چی؟ به خاطر خوب بارشه که سرش وزید. ربوه زمین بلند را میگوید. در جای بلند، این جایی که بلند بوده باشه چی میدهد معنا؟ استاد معنی که شما نترسین که تنها ریاکار خود به مردم نشان میده. نه، خداوند متعال انسانای صالح را معرفی میکنه به مردم. ولو بدهیم. ایت نمیشه که پت ببانه. از این خاطر گفت که جنت بربوة، باغی که در نقطه بلند قرار داره. نقطه بلند که قرارش خود کلگی میبینید. کسایی که به خاطر خدا انفاق میکنن دونید که اون فراموشه. در دنیا هم الله امرایشان نیکی میکنه. بعد میگه که خب اگر بارش برش خوب زیی وزید خونه خوب است، از بس که زمین بالاست و بسیار زیباست و توان خوب رویدن ندارن. فإن لم یصبها وابل فطل، و اگر باران با آن نرسد شبنم هم کافیش است. باران آقا بگذار شبنم که برش برسد میرویاند. سبحان الله. قرآن عجیب کتابی است. والله بما تعملون بصیر. الله با آنچه که میکنید بیناست. انتخاب توست. دلت از این گروه میگه میشی، دلت از این گروه میشی. جای مولانا بعضی از مسلمان ها، یعنی متاسفانه در این روزا در اینترنت و در این جام در سوشل میدیا میبینیم خاصه دختر از آش میشن. چطور امکان داره که یک کافری که زحمت کشیده کمک کرده به مسلمان ها یا به مردم دنیا، میلیاردها دلار میلیونها دلار انفاق کرده به گرسنه‌ها در آفریقا کمک، با اون مسلمانی که مثلا در گوشه مسجد نشسته با برابر است، یا این مسلمان میره به جنت و او میره به جهنم و شاید هم او اصلا به آخرت ایمان هم نداشته باشه. استاد عرض کردم که قضیه در پهلوی دیگهش مطرح است. خداوند متعال انسانی که عقل داره، یعنی دیوانه نیست. اون ناممکن است که خود را فریب بدهد. با اشکال مختلف خداوند متعال دینش برش معرفی میکند. درست. یک کسی هست یهودی یا مسیحی، اسلام برش نرسیده، یک مطلق، یا اسلام برش وارونه رسیده. درست. 2 حالت داره، وارونه یا اش نرسیده، ولی به دینش متمسک است، انفاق میکنه، زحمت میکشه، الله او را بیمزد نمیمانند. او مسلمان است، زیرا ما گفته بودیم که اسلام دین تنها است از متع پیامبر نیست، از کل انسانیت است که از آدم علیه السلام میاد. ارگاه اسلام برش برسد، بعد عناد بورزد، عقب نشینی کند. با اسلام که عقب نشینی کرد باز 2 حالت داره. یک حالت ایست که با اسلام دشمنی دیگه میکنه، اون ناممکن است که دست خیر به مردم برسانه. او خود به خود دیگه کل عملش بر ضد بشریت است، الا به خاطر منافع شخصی خودش. یعنی امو کاری که میکنه او برای از این نیست که او را دوست دارد. درست. او را برای از این میکنه که مردم را چوب بکنه تا دیگه هم از پیش دزدی بکنه. و اصلا کار خیر نداره. اصلا هر کسی که با اسلام ستیزه جویی کرد ممکن نیست که در روز ذره خیر باشد. یک نفر اسلام را نپذیرفت، اسلام را نپذیرفت، خب با اسلام دشمنی نکرد، با وصفی که اسلام خوبی های خدا برش کلش داد. درست. بعد این نفر چی میکنه؟ انفاق میکنه، خیر میرسانه، مؤسسات خیریه داره. الله متعال پاداش دم دنیا برش میده. صحتش خوب میکنه، پیسش زیاد میکنه، عمرش زیاد میکنه، عزت برش میده، عزت برش میده و همه چیز برش میده و از نوبل ها را دیگه خوب میگیره. و در آخرت هم حتما یعنی بین ای و بین او کافری که ظالم و ستمگر است در جهنم هم مراتب وجود داره. مراتب وجود داره. ولی یک مثال دیگر بر ما عرض میکند که باز هم برای انفاق کنندگان منتگذار و اذیت رسان و ریاکار با او است. ایود احدکم، مسلمان میگن،
ایود احدکم، آیا دوست دارد یکی از شما ان تکون له جنه، که یک باغ برش باشد، من نخیل و اعناب، باغ باشد از خرما و انگور، له فیها من کل ثمرات، در پهلوی از او هر نوع میوه دیگه هم داشته باشد. دو میوه بسیار زیباست استاد، انگور و همین خرما. در وقت خشکش میخوری، نیم ترکش میخوری، پختش میخوری، عجیب است، بسیار عجیب است. و انگور بهترین میوه هاست. میگه این دو چیزی زیبا در این باغش باشد. بعد میگه که فیها من کل ثمرات، از دیگه میوه هم در اونجا هست، تو نیست که تنها از او بوده باشه. و اصابه الکبر، به صاحب از این باغ چی برسد؟ در حالی که او را پیری رسیده است. یعنی اشاره به است که دیگه ناتوان شده، بیچاره شده. نه ثبت به شدت احتیاج و نیازی که به این باغ دارد، و له ذریة ضعفا، اولادایش هم خرد هستند و ناتوان هستند. این باغ چی باید بکنه؟ او را هم حمایت باید بکنه، خانوادهش هم باید حمایت بکنه. در این حالت فاصابها اعصار، پس با آن باغ گردبادی رسد، فیه نار، که در آن آتش باشد، فاحترقت، این باغ مقبول و پرمیوه را همش آتش بگیرد، بسوزاند، فاحترقت، پس آن باغ بسوزد. این حادثه هنگامی رخ میره که او شخص چی بود؟ هم ضعیف بود، هم اولادای کمزور و فرزندای بسیار ناتوان و عاجز داشت. منظوری از این چی است؟ که حسرت و دوامداری از این نفر است. بی نهایت حسرت میکشد، همیشه کلش در دست میگیره کی چی کار شد. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سبحان الله. كذلك امین طور که شما بیدار شوید. یبین الله لكم الآیات، الله پیاپی دلایل قدرت خود را و دلایلی که شما راه خوب را پیدا بکنین و از قدم‌های غلط دوری بگیرین، او را بیان میکنه. لعلکم تتفکرون، تا شما چی بکنین؟ بیاندیشین، فکر بکنین. لعلکم تتفکرون. خب این آیت بر ما داده شد که یک وقت میمیریم، ضعیف میشی، ناتوان میشی، و اون مال است که در حقیقت وسیله نجات و پیش خداوند متعال است. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیات ها را مختلف الله در قرآن ذکر میکنه تا انسان بیدار شود. حالا بر ما در این آیت امیر داد که تفکر در آیات قرآنی و فهم مراد آنها، نه اینکه به مجرد تلاوت باشد. ما آیات را تلاوت کنیم برای چی؟ برای که شما فکر بکنید دیگه. افلا یتدبرون القرآن. سبحان الله. و در آیات مختلف قرآن کریم پیام به ما داده میشه که فکر کنید که قضیه عادی نیست. تفکر در آیات مشهود و از آن استدلال و اسما و صفات خداوند متعال. این آفتاب، این مهتاب، این میوه ها، این کلش نشانی های است که خداوند متعال اسما و صفاتش در حقیقت به ما معرفی میکنه. تفکر در اصناف نعمت و انواع نعمت ها، در او بیاندیشید. تفکر در واجب و وظیفه‌ای که در وجودتان است، او بیاندیشید. مفت آفریده شد. این مال که برای تو داده شده به کسی دیگه داده نشده، این جزافی است. داری بیاندیش. بعد قرآن کریم ترغیب میکنه. درست. مسئله ترغیب پس بگذاریم بعد از میان. عزیزاکم الله خیره. بارک الله فیکم. میان برنامه کوتاه میبینیم و با موضوع ترغیب در انفاق فی سبیل الله بعد از این میان برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید. به کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما
مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. در برنامه نسیم رحمت با موضوع انفاق در قرآن کریم در خدمت شما عزیزان هستیم و مهمان همیشگی برنامه ما جناب حضرت مولانا عبدالسلام عابد هستند. جناب مولانا، در شروع قرآن کریم الله سبحانه و تعالی وقتی میگه که هدن للمتقین، این کتاب هدایت است برای متقین، سه صفت رو ذکر میکند برای متقین: الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. انفاق در راه الله سبحانه و تعالی دارای چه عظمتی یا اهمیتی است که در شروع قرآن کریم در ضمن صفات مؤمنین ذکر میشه؟ قطعا استاد، همین بحث است که من عرض کردم که خداوند متعال قضیه را بسیار به تفصیل یاد میکنه. درست. از صفت مؤمن خوی را میداند. بعد این آیت ها را که تا اینجا تلاوت کردیم دو نقطه را بر ما داد. یکی بر ما گفت که الله غنی است، بی‌پرواست، به انفاق تو هیچ نیاز نداره، مخلوق هم از اوست، ملکت هم از اوست، میتونه هر چی که دار و نداره تو در یک شب از بین بگیر از پیش و به او بده. از این خاطر است که یک حدیث بسیار جالب یادم اومد که یک تاس است که یک شل است، اصلا چیزی ندارد. یکی هم نمیفهم که گنگ است، چی است؟ کور است. سه نفر هستن و خداوند متعال هر سهش امتحان میکنه. او هم میای ملائکه بگن چی میخوای؟ میگه که هیچ چیز نمیخوایم، خدا هم میگه سر تاس مرا جور بکنه که شرم از بگه در جای رفتن نمیتونم یک روی چیه. بس و دعای ملائکه الله متعال سرش جور میکنه. چی میخوای از ما؟ گواه چیزا رو زیاد میخوای برش میتونه. و دیگه ایش که همون تو شل است، چی میخوای؟ و این پایم جور شد، دیگه چیز دیگه نمیخوای. و او عمل قم جور بشه. از مال دنیا چی میخوای؟ از شطور چیزا رو میخوای. با او میتونه. کسی که کور است، تو چی میخوای؟ از دو چشم دیگه چیز نمیخوای. لاهور هم جور میکنه برش ماله. چی میخوای از من؟ گفت گوسفند. بعد به هر کدامش ملائکه در لباس انسان میه و حالتی بسیار برای امتحانش. خب برش میگه که یک مرد غریب است، بیچاره است، تکلیف دارم در سرم، هیچ کس به من نزدیک نمیشه. تو خدا این بود که قبلا همین رقم تکلیف داشت، ولی خدا هم رایت احسان کرده، صاحب مال است، یک چیز حکومت کن، برو رنگت در گرمه که تو بودم. فراموش کرد، همه چیز فراموش کرد و او شلش همین رقم می رود که تو شل بیچاره هستم، برو کدام کس دیگر را گفته. اردویش الله متعال داشتیم دعای بد ملائکه، پس به محالت استیم کرد. و سوم که هست بلکن محمد تو بود، خدا همراه احسان کرد، صاحب ما هر چقدر که میگیری بگی. سبحان شد. بنان خداوند متعال ما شما را امتحان میکنه. از این خاطر در آیات قبلی چه شد؟ یک بار غنا را ذکر الله غنی است، دیگر دفعه ذکر واسع علیم. در اخیر چی فرمود؟ تا فکر کن لعلکم تتفکرون. اکنون دستور به انفاق میده باز، ولی چی رقم؟ پیش صفات یک مؤمن را ذکر میکرد. یک مسلمان باید این صفات بد نداشته و ریاکار نباشه، اذیت نکنه. راجع به مال چیزی نگفته بود، ولی میگه که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. دیگه پهلو رو ذکر کرد. خرج میکنی ای مؤمنان، انفقوا، شما چی بکنن؟ انفاق بکنن. من طیبات ما کسبتم، چیزایی که از طریق تجارت پیدا کردید و از آنچه که بر شما از زمین بیرون کردید. و ما کسبتم انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض. دیقان هستی، صاحب مال شد. تجارت میکنی، کار میکنی، صاحب مال شد. از اوله دستت کس او انفاق کن. این مال طیب میگه که زحمت کشیدی. انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض. پس اگر طیب مال نباشد الله قبولش نمیکنه.
ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. بس اساسش. از این خاطر اگر ما مالی که از راه حرام آمده باشد مسجد بساز، دیگه کار کن، دیگه کار کن، توقعی از این نداشته باید چی ثواب بر تو داشت. یک نفر گفته بود که بچه‌م که امریکایی ها مجاهد است. نه شود. این ممکن نیست که تو پول را از راهی آورده باشی که راه را خدا تعیین نکرده است. الله تو را از اون منع کرد. هر قدر پول داشته باشی، هر قدر کار خوب بکنی، در حقیقت چیزی به دست نخواهد آورد، ولو که هر قدر نیت هم کرده. از این خاطر خداوند متعال میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. چیزی که دوست داری امر انفاق. یا ایها الذین آمنوا انفقوا، خرج کنید، فی سبیل الله من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض. از این دو چیز در راه خدا خرج بکنید. بعد از آن که انفاق از مالهای پاکیزه و اعلا دستور داده شد، ولی از مالهای خراب ما را منع میکند. خرج بکنین از طیبات ما کسبتم، چیزی که پاکیزه است. ردی دیگه خرج نکن. من طیبات ما کسبتم دو چی داره، یکی که مأخذ مالت طیب باشه، یکی خودش طیب باشه، هر دویش خوب باشه، از اون مال خرج کن. ولی میگه ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه. و به مال ردی و بیکیفیت قصد نکنید. ولا تتیمموا، قصد نکنید الخبیث، مال خراب رو. خدا بر زیاد مال داره، تو میگردی در استاکت که من خراب امیر پیدا کنیم. ما چون این تجارت چی رقم میگم، مال که تلپت نه میگه این مالای تلپت است. صحیح شد، باز دمون رو خرج کنیم. یک روز ما شده بودم یک جای، یک نفر آمد دیگه همراه ماندن باشه کرد، گفت استاد بسیار خوش شدم که تو را دیدم، خوب میخواستم که شیر برات بتم و ایرا در مدرسه اتباطی در اینجا. من گفتم آمرده کشه هیچ از کجا شده، اول دفعه دیگه میبینه که کدام شیره میره من میتی این شیری که بر اطفال چی داشت، ولی مدرسه را که خود اطفال نیستن دیگه برزومی حتما تاریخ تیر شده بوده. آخر برای چی میگه 2 ماهش مانده، 2 ماه بعد خراب میشه دیگه، تاریخش تیر میشه، از اینکه فروخته نمیشه دیگه. ایره برای چی بوده؟ حالا متاسفانه جناب مولانا یادم میه، یعنی در کمپای مهاجرین شاگردای مدرسه می آمدن به خاطر بعد از نماز مغرب به خاطر وظیفه میگفتن، یعنی لقمه نانی که باید مردم کمک بکنن به مدارس. متاسفانه نان خشک ماندگی چند روزه را دمو کیسه طالب مدرسه می انداختن. متاسفانه استاد بعضی چیزا هست که من نمیفهم بکنیم نکنیم چی رقم هست. بگوین. یکی از نقاطی که ما را به بدبختی کشانده، ملت ما را، عدم اعتراف به شخصیت علماست و طالباست. وقتی که ما به اونها متوجه نشدیم، به لباسشان، به نانشان، اونا اهل الله هستن. هر قدر اونا گرسنه باشه، هر قدر اونا بیچاره باشه، به همون اندازه الله عذاب خود سر ما نازل میکنه. یک قضیه دور است، جز انسان‌های دانشمند و زیرک کسی نمیفهمد. عذاب الهی مختلف میاد. بنابراین الله میگه ولا تیمموا الخبیث، مال ردی و بیکیفیت را قصد نکنید که در راه خدا بدید. خبیث در اینجا به معنای پلید نیست، به معنای بیکیفیت است. ولا تیمموا الخبیث، مال بیکیفیت و تلپت قصد نکنید، منه تنفقون، که از آن خرج بکنید، ولستم بآخذیه، و شما او را نمیگیرید. شما گیرنده از اون نیست. کسی که بر تو او را بگه میگه چی میکنید؟ الا ان تغمضوا فیه، مگر که انسان بسیار کوچک باشه که بگه از هیچ قدر خوب است. الا ان تغمضوا فیه، مگر چشمای خود را به اصلاح
پت بکنی و او را بگیری. انفاق بنان 3 مرتبه داره. مرتبه عالی عبارت از دادن مال است که در درجه اعلی قرار داشته باشه. خوب مال ده بدی. مما تحبون. بلکل مما تحبون. سبحان الله. بس بهترین چشمه خود را چی کرد؟ داد. بهترین مال خود را داد. دوم مرتبه وسط است. عبارت از مال است که در حد وسط باشد. و مرتبه ممنوع مال است که ردی باشد، بی کیفیت باشد. این کار نکن. بنان این را منع میکنیم. دو دانش اختیار داریم. هر حسب ایمان انسان عمل کنیم. و علموا ان الله غنی حمید. بدانید که الله بی نیاز ستوده شده است. بدانید که الله غنی است. کرد نکرد. حمیدون او ذاتاً ستوده شده است. به ستایش تو هم نیاز ندارد. و اگر تو این کار بکنی تو ستایش میشی. حدیث از رسول علیه السلام میگه که یک نفر دوزخ رفته بود. پیامبر رسول از معراج حکایت میکنه. از هر طرف که میگه یک پارچه از تکس که آتش میگیره. میگه همین چیزی بود که در راه خدا داد. از خاطر مانع رسیدن آتش به تو میشه. از خاطر پیامبر علیه السلام میگه که شما انفاق بکنین ولو که خرما باشه در دستت کم باشه. ولو بشق تمر. خود را از عذاب نجات بده. و علموا ان الله غنی حمید. حمید است که در برابر احکام و افعال و اوصافش ستوده شده است. الله چی است؟ حمید است. در برابر احکامش، در برابر افعالش، در برابر اوصافش ستوده شده است. یعنی هر پهلو را که میبینی باز الله را ستایش میکنی. عالی احکام ما شما خواندیم. درست. خود با خود میگیم سبحان الله. چی خدایی است. عاملی که ما را از انفاق دور میکنه، آلو را ذکر میکنه. یعنی انفاق تا اینجا که رسیدیم که خدای قضیات دوست داشت. 1 بر 700 چند و از که در تضاعف میداد. خوشی را در دلت می آمد. برکت برات می آمد. همه چیز خوبه. پس انفاق بکنین. چرا نمیکنین؟ مانع را ذکر میکند. الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان شما را به تنگدستی میترساند. اگر انفاق کردی چی میشه؟ ولی پولت خلاص میشود. یا با چی تو میکنی؟ و یأمرکم بالفحشاء، در حالی که برتان دستور میدهد به کارهای ناشایسته. به کارهای ناشایسته خوب دستور میدهد. و در کار شایسته که است درجه بازمانی برد پیدا میکنه. تشویش برد پیدا میکنه. استاد این مانع بسیار رقم است. یک مانع که من در تجربه خود میگیرم. اوست که یک تعداد که بگه اینی کار خوبی است لیجا مصرف کو. ولی اعتماد نداره. که مدرسه چطور میشه؟ درست. ولی کار خوب است خو. اینجا فلانه نفر است از خاطر نمیخوام با این مسجد کمک بکنم. یعنی شیطان تو مداخله میکنه. بهانه بر پیدا میکنه. و ایره نباید تو مانیش. دو، باز در کار فحشا که از پیش میره. یعنی کارهای بعضی از تجار و اقتدار پیسه دارای ما میکنن. شما باور بکن استاد انسان تعجب بکن. عروسیش در یک مملکت خارج میگیره و به 100 نفر 1.5 200 نفر تکت رفت آمدن میگیره. ایتالان برش میگیره. باز در روز مواد دیگه چی بدی نیست که برام انجام میده. ولی در کار خیر برش بگو اینی کار خیر است. بازار خراب است. از این خاطر الله میگه الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. این کار شیطان است. سبحان الله. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر. والله یعیدکم مغفرة منه و فضلا. و الله به شما مغفرت و نعمت را از جانب خود وعده میده. الله با او عظمتش. الله چی میکنه؟ والله یعیدکم. الله شما را وعده میدهد مغفرتاً و بخشش. گناه خطا کردی به واسطه همین انفاق بعد بخشش میکنه.
پس یتیمی را کمک کردی، معیوبی را کمک کردی، مشلولی را کمک کردی، درمانده را کمک کردی. الله با واسطه دعای از او چی میکنه؟ گناه ها و خطا و غلطی های تو را میبخشد. و فضلا و نعمت از جانب خود که بالاتر از این است، او را نعمت در سوره مبارکه سبا میخونه و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. با مجرد که انفاق کرد الله میگه فورا عوضش میتم و هو خیر الرازقین. دیجا هم میره میگه والله یعیدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. باز میگه والله واسع علیم. الله جواد داناست، فضل و عطای او به غایت گسترده و علم او نهایت دقیق است. سبحان. هیچ عمل شما از علم او پنهان نیست. بعد حصول نعمت خود بزرگترین عطیه شد. یؤتی الحکمت من یشاء. چون قضیه را ختم کردن می رود. یؤتی الحکمت من یشاء. و هر کس بخواهد الله چی میده؟ دانش میده، حکمت برش میده، علم برش میده. و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. و هر کی را دانش داده شود پس خیر فراوانی به او داده شده است. و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. حالا تا اینجا آمدیم، سبحان الله، در مابین خلال از این که انفاق و فقر و این چیزی هست، یک بار ما را به چیز دیگری متوجه میکنه، میگه یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اگر از نظر فلسفی تعبیر بکنیم استاد، میگه هر جایی که شما یک معلول میبینین در اونجا علت هم وجود داره. علت موجوده وجود داره. باز علت که از اسباب متعدد ساخته شده، از اسباب متعدد. درست. بعد وقتی که از اسباب متعدد ساخته شده، چندین سبب یک جا می شود، یک علت می سازد، علت معلول بار میاره، معلول دیگه ذات پیدا میشه. اگر خواسته باشه که معلول بند شود، میگه نسبت حکم و سبب اولا کن. سبب اولای کل بدبختی جهل است. سبحان الله. ختم کو جهل. از این خاطر خداوند متعال نگفت که مردم لا اله الا الله بگوین، مردم زنا نکنن، مردم قتل نکنن، مردم دزدی نکنن. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اکنون هم چی میگه؟ یؤتی الحکمت من یشاء. الله علم را، فهم را به کسی که بخواهد میده. خب به کی نمیده؟ به کلگی میده وقتی که طلبش بکنه انسان. و بدانید که کسی را که الله حکمت داد در حقیقت خیر فراوان را برش داد. و ما یذکر الا اولو الالباب. و جز خردمندان پندپذیر نمیشه، جز خردمندان. پس بناهن قضیه روشن شد و خداوند متعال ما شما را توفیق عنایت بکنه که وعده های الهی را قبول بکنیم. ماه مبارک رمضان است، ماه انفاق است. دری خود را تنها نگذاریم، از فرصت هایی که داریم از او استفاده بکنیم. سبحانك اللهم و بحمدک استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرک و اتوب الیک. جزاکم الله خیر. بارک الله فیکم. تشکر میکنم از جناب حضرت مولانا عبدالسلام عابد که در مورد انفاق صحبت کردن. در این ماه مبارک همسایگانتان را، عزیزانتان را، هموطنانتان را، مسلمانان را فراموش نکنید. شاید شما سیر میخوابید و در همسایگی شما کودکانی باشند، انسانهایی باشند که نانی برای خوردن در سحری و یا در افطار ندارند. در این ماه هم از اجر و پاداش این عبادت بزرگ، انفاق فی سبیل الله، و هم از اجر و پاداش این زمان، هم از شرف زمان در این ماه مبارک، در ماه رمضان بهره مند شوید و هم از اینکه الله سبحانه و تعالی گناهان شما را ببخشد و به خاطر انفاقی که در راه الله سبحانه و تعالی میکنید خیر و برکت و سعادت در زندگی شما نصیب بگرداند. تا فرصت دیگر که باز هم با نسیم رحمت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش سلامت باشید. بارک الله فیک.
نداء الحق صوت قد شجاني وبل مقبولیت نماز ما هر قدر که موافقت با نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشته باشه امو قدر نماز به نزد الله تبارک و تعالی مقبول است. از او خاطر نماز بزرگترین عبادت است که رابطه ما و شما را با الله متعال قائم میکنه. یقینا در بین عبادات مثل نماز وار عبادت سختگیری هم نشده. در کل عبادات علما محققین که اتفاق سرش داره در ترک نماز کافر میگه. اگه آدم اگه کلی عمر نماز نمیخونه امو طور آدم کافر میگه علمای محققین. اما به ترک دیگه عبادات علما اتفاق نداره که او کافر باشه. از او خاطر در بخش نماز انسان باید بسیار کوشش بکنه که همه سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم رعایت بکنه. اگرچه مناسب بود که ما یک ورقه در هر معامله که حدیث آمده اوله میدادیم، انشالله در آینده ای را اوله میدیم که خطی هر کس باشه این را نوشته میکنیم. امروز فقط تنها عمل کردی از این را، برنامه عملی از این را انجام میدیم تا که باشه برای برادرها که خوب واضح شود که نماز چه قسم انسان استاد میشه و چی باید بکنه. اولین کاری که در نماز میشه استاده شدن انسان است و چه قسم کالای بدن خود درست بسازه. زمانی که انسان در نماز استاد میشه اگر کسی چادر و گپا داره یکی بعضی دوستای ما چادرها را اینطور کشال میمانه. این صدل است در حدیث من آمده تا که نمیطور تو ندیشه یا اینطور پس اینطور نکنی این در جمله صدل میه. همچنان اگر چپن باشه که آستینش اعلام میکنی این هم در جمله صدل میه. اینطور باید نباشه. هر چیزی که در سر است این را آدم باید جمع بکنه. یکی پایچه های مردا همیشه از ساق پایین نباشه، چی در نماز چی در غیر از نماز. البته در نماز بیخی زیاد چیسته که پیغمبر علیه السلام در یک حدیث آورده که پیغمبر حتی حضور سری و صحابی پس گشتن به خاطر که پایچه‌اش خیلی پایین بود. اما زن بالمقابل پایچه‌اش باید انقدر پایین باشه که در پشت پای ایجا بخوره. پایچه زن همیشه در پشت پای بخوره و زن اجتناب کنه از امچو گاچاو که پشت سر مویایشان معلوم میشه و گردنشان معلوم میشه. ستر عورت امور میگه که حکم الله است. اگر در تاریکی یک زن نماز میخونه اگر دست خودی تو برزده بخونه نمازش نمیشه. چرا؟ به خاطر که ستر عورت حکم الله است. حکم الله در هر وقت است. چی جای ازی که بعضی زنا اینطور چیسته چادری که بالکل گردنش معلوم میشه مویایش معلوم میشه در اون نماز میخونه نمازش نمیشه. سری زن ستر عورت مکمل است، رویش عورت نیست و کفای دستش عورت نیست. زن میتونه بیرون چادر هم دستای خودی طور بالا کنه، اما بهتر است که در زیر چادر بالا کنه بیخی خوب میشه. اما مرد باید کشیده باشد. تا در وقت سردی صحابه کرام دستای خود در زیر پتوهای خود بالا کرده تا سینه را دست بالا کردن هم در زیر پتوها آمده. مسافه پای در وقت استاده شدن اگرچه صریح حدیث در این مورد نه آمده اما چند حدیث دلالت به این میکنه که اندازه پایا در حالت طبیعی انسان است. حالت طبیعی انسان که آدم استاد میشه برابر شانه هاست، یعنی که پای نه خیلی شفت باشه که ولی لنگر انسانی طرف میشه تنگ میشه، نه اینطور چاک باشه بعضی مردم ها اینطور میشه. و این از کجا معلوم میشه؟ در یک حدیث میگه که کسی نماز میخونه بوتای خود طرف راست نگذاره طرف چپ بگذاره. اگر طرف چپ نفر بود باز بوتا را بگیره در بین پایای خود بگذاره. دو بوتا وقتی ما در بین دو پای میگذاریم حتما مسافه 4 انگشت گپا نمیشه بلکه چی است؟ زاید است. او زاید چقدر است؟ از این اونمو مقداری است که برابر شانه است.
و یک وجه دیگه از این معلوم میشه که باید چقدر باشه. یک 3 نفری فهمیده در اینجا یک صفحه بسته کنن که شما ببینه سعی کنه افراط و تفرید نباشه. 3 نفر هم اینجا ماشاءالله این قسم شانایتان بچسبانی خب پایتان نمیچسبه. 4 انگشت اگر بکنی 4 انگشت. سعی کنی برادرها در اینجا که 4 انگشت اگر مسافه میگیرن شانایشان چسبیده است اما پایا چسبیده نیسته. حالی خب وسعت بده پایایتان که شانایتان خلاص خطا بخوره. خب زیاد کنی، خب زیاد، خب چاپ کن آدمی موقع بده برش فردین چاپ کن. چی؟ کی؟ اینه شانا اینجا خطا خورده پایا چسبیده دیده؟ پس این طوری اگر کسی استاد میشه افراط میکنه زیادت میکنه. اگر کسی 4 ناخن میگونه ایام در دین نیست قطعا. خب اونجا تاکید در صف آمده. تاکید در صف اینطور آمده. بخاری شریف باب میگذاره. نعمان ابن بشیر و انس رضی الله عنهما میگه که ما مامور میشدیم که شانه را با شانه بچسبانیم و پای با پای. یکی در مورد صف پیغمبر میگه که صف آنقدر شما بچسبانی که شیطان تیر نشه و مثل بزغاله واره. این حال شما در حالت عادی که شانه برابر شانه‌تان از پایتان جور کنید ام پایتان میچسبه و ام اینه. این حالی برادرات دیدی سعی که برابر شانه اگر پای میشه ام در بین دریجه خالیگاه باقی نمیمانه که شیطان تیر شود. صف بسته شده. بعضی ملاهای بدبخت میگه در انتقاد در اعتراض میگه او ملاهای بدبخت میگه شیطان در زیر لنگای تیر میشه. تو سری پیغمبر اعتراض داری او شیطان خبیثی قدر متکبر است که در زیر لنگ تو تیر نمیشه. اگر این گپ میبود که در زیر لنگ تیر میشد باز خب پیغمبر علیه السلام تو اعتراض میکنی. پیغمبر خب میگه که در صف فرجه را باقی نگذاره. در صف فرجه را باقی نگذاره. یک اینی از حدیث ها معلوم شد که مسافه پای برابر شانه است و برابر شانه اینی قدر است. اینی انگشتا را که بین سیستم بگیری اینه در بین پایتان اینی تر مسافه بکنه ام پای میچسبه ام شد. الله براتون اجر بده. هر کس اگر زن در صف استاد میشه جماعت میکنه اگر مرد اینی طریقش است. هر کس به خود چی نمی باشه. پایچه ها بلند است. عزیزان گرامی در این صورت زن چادر خود کلان میپرته خیلی زیاد مکمل. مردم اگر چه سطر عورت مرد از ناف تا زانوست زانو هم در عورت داخل است. اگر یک کسی یک مرد در تاریکی نماز میخونه فقط یک زانوش مکمل تا اینجا رانش لچ است نمازش نمیشه. چرا یه امر الله تبارک و تعالی در حالت عبادت الله باید ولو تاریکی هم باشه هیچ کس هم نباشه تو را باید پد بکنی. این سطر عورت است. اما یک مرد اگر در یک چادر یا یک چیزی نماز میخونه میشه نه. از پیغمبر اسلام در این مورد سوال شد گفت در شرطی که شانه پنهان باشد. از این معلوم شد که در نماز خواندن پنهان کردن شانه هم ضروری است. شانه اگر لج باشه نماز نمیشه. باقی منصر لج باشه دستا برزده باشه پایچا خیلی بلند باشه این پروایی نداره نماز میشه. خو عملی دائمی طور جور نشود. عملی دائمی در نماز آدم کوشش میکنه به مو وضعیت و خاصیتی که در پیش یک پاچا میری و تو خوب معلوم میشی سنگین معلوم میشی و نمو قسم لباس باید رعایت انسان در نماز بکنه. چرا که ملاقات با امر الله تبارک و تعالی است. اولین چیزی که اینجا انسان میکنه نیت است. نیت در زبان قطعا ثابت نیست. پیغمبر علیه السلام نگفته. اصل نیت در لغت عربی قصد قلب میگه. کتابای لغتی را مکمل گرفته. ملا علی قاری رحمت الله علیه محدث است شارح مشکات است عالم حنفی است. سری موضوع نیت خیلی بحث کرده و نیت به زبان بدعت گفته. بحر رایق صاحب فتح القدیر که از علمای احناف است شارحین اسوام بدعت گفته. تنها صاحب هدایت نیت به زبان مستحب گفته و وجه شام ایرا گفته که اکثر مردم در این زمان تشویشی است از او خاطر نیت به زبان بکنه که قلبش جمع شود. لیکن ما میگیم که پیغمبر علیه السلام میفهمید که در آینده مردم چی رقم حالت می داشته باشه. حتما در احادیث خود توصیه میکرد که در فلان زمان باز